چه مدارکی برای ویزای شنگن نیاز داریم؟ کلا 3 دسته مدرک ما برای ویزای شنگن نیاز داریم. مدارک شناسایی، مدارک شغلی و مدارک مالی. مدارک مالی خودش به 2 دسته تقسیم میشه، یکی دارایی هاست و یکی حالا مدارک بانکی و اینها. هر کدوم از این سری مدارک اگر نقص داشته باشه میتونه منجر به رد شدن ویزای شما بشه. مدارک شناسایی میشه مثل شناسنامه، گذرنامه‌های تا 10 سال قبل، کارت ملی، بیمه و سند ازدواج. اینها میشه مدارک شناسایی. مدارک شغلی میشه هر نوع مدرکی که نشون بده شما در حال حاضر به چه شغلی مشغول هستید. شما نمیتونید بیکار باشید و درخواست ویزا بدید. باید اعلام بکنید که از یه جای منبع درآمدتونه. میتونید کارمند باشید، میتونید صاحب کسب و کار باشید، میتونید هر شغلی داشته باشید، حتی شغل آزاد، ولی باید مدارکش رو ارائه بدید. مدارک مالی هم 2 دسته است. عرض کردم یه سری مدارکیه که مربوط به دارایی‌های شما میشه که وابستگی شما رو به کشورتون نشون میده که اینها معمولا اموال غیر منقول هستن، مثل خونه، زمین و اینجور موارد. اموال غیر منقول به عنوان دارایی محسوب نمیشن. دوم پرینت حساب، مدارکی که مربوط به گردش حساب، پرینت حساب، تمکن مالی و دارایی‌های مثل سهام یا هر چیز دیگه شما میشه. این مدارک باید به درستی تنظیم بشن تا بتونه مدارک مثبتی برای دریافت ویزای شنگن شما باشه.